بسته شده تو سیستم شیر ردیف تشکیل شده از یه استکانی که وسط استکانی سوراخ. یا کنید وسط استکانی سوراخ. بالا دسته این یه دونه شیر ردیف کوچولو بسته. شیر ردیف کوچولو در حقیقت این مسیر خط پیلوت است، خط کوچیک. ببین نیرو چی بود؟ پی ضرب در آ. اگر من بیام پورت اصلی رو 10 برابر کوچیک کنم به همون اندازه چی میشه؟ به همون اندازه در حقیقت نیرو کم میشه دیگه. 20 برابر 10 برابر نیرو کمتر میشه. کلا یادتون باشه شیرهای پیلوتی، ببینید شیرهای معمولی اینی که مستقیم تعریف میشه، اما شیرهای پیلوتی شیرهایی هستن که در حقیقت چون سایز شیر بزرگه، مثلا شما تو شیر برقی‌ها بعد چند ولت در حقیقت ما داریم 24 دی سی که تو دوره الکتروهیدرولیک شاده خواهیم خوند. توی برق 24 دی سی در حقیقت شما اسپول شیر بزرگ